روزهای جشن عید بهار خرم چون در زمانهای پیش زنها گرد آمده عید عید و ایام صحبت‌های شیرین می‌گذرانیدند. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد. بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. بینندگان محترم، ما برنامه‌های خویش را از یکی از محله‌های قدیم‌ترین سمرقند با نام دیواری کندرنگ برده ایستادیم. در خاندان یکی از استقامت کنندگان همین محله زن‌های محله جمع آمدند در خاندان فاضلова موجوده و حالا پرسان می‌شویم که آنها چگونه فصل بهار، ایام گل و سه‌برگه و لاله‌زاد را تجلیل دارند. من چند سال است که با قرار مخصوص سازمان ملل متحد یعنی آن نوروز مقام عمومی جهانی را گرفته است. از این رو مردم قریب همه کشورهای کره زمین جشن نوروز را می‌گذرانند. در ازبکستان عزیزمان پس از استقلالیت این عید با نفوذ بابایی که رمز آغاز بهار، موسم کشت و کار، جوش الهام است، با روح و تراوت نو احیا شد. نوروز همچون عید پیشواز گرفته ایستادیم. نوروز تاریخ بسیار دور و دراز دارد. نوروز بعد از فصل زمستان فصل می باشد که فصل خرمی، فصل سرحاصلی، فصل دوستی، ارجمندی می باشد. من گواهی همون امروز در همین خاندان جمع آمدیم. این هم وابسته به فصل نوروز می باشد. یا شکاب خدا عمری دراز تید، رزق فراخ تید، مرتبه علوغ نان بطون، اقبال بلند تید، پیرها به ایمان محمدیت تید الهیم. این عید مهر و مروت و خیر و سخاوت در ولایت ما نیز با بالت طبیعی مردم می‌گذرد. در سمرقند ما 4 ماه مولود می باشد. ماه مولود همه وقت این روزی نقض می باشد. در قبول کرده گفتیم امسال فصل بهار رو این نشستی ماهون اساساً با نوروز عالم بوده. همه همجشتگی دوره هم مهمان‌های با نوروز عالم تبریک و مبارکباد میکنم. این سال همچنین هم با خدا رساند این فصل بهار ما مبارک شود. هر روز ما فیروز باشد، نوروز ما همه وقت فیروز شود. نوروز یکی از جشن‌های قدیم‌ترین مردمی آسیای میانه بوده. پیروزی، نیکی، مهنت، دوستی، بیداری و نشأه‌نمای طبیعت روی زمین را انعکاس می‌کند. من از سری دسترخوان از زن‌های زیبای آراسته‌ای که امروز نشستند معلوم گردیده ایستاده است. من می‌خواهم که باری دیگر با سال نو، با نوروز همه این خاندان را باری دیگر تبریک و تهنیت گویم. به همه‌شان عمری دراز، صحت، سلامتی گفته و در آخر می‌خواهم 2 بیت شعر دایر به نوروز خوانم. گردون به مرادی بختت فیروز باد، خورشید و قمر دلسوزت باد. خواهم که در هفته 3 روزت عید و 4 روزت نوروز باد. این سالم خدا هم خیر روز برساند. ای اللهیم سنین نامین مبارک دار، شان شرفین علوغ دار. همه وقت هم ماما هم خیر روزای خرسند برسیم. او که کم مرادش برسد همه خاندان به فقط توی تماشا شود. عید قیدگیری عید نوروز در مأخذهای قدیمی از جمله در کتاب مقدس دینی زردشتیان اوستا علل خصوص زند اوستا اوستای خرد آورده شده است که پادشاه روشنی و نیکی هرمزد با رقیب ناپاکش خیلی مبارزه می‌برد و نهایت از بالای آن غلبه می‌کند. همان روز باز آفتاب نورپاشی می‌کند و خصلت‌های خوب به میان می‌آید. همان روز گویا آغاز نوروز است. درباره پیدایش نوروز در اثرهای عالمان، شاعر و تذکره‌نویسان عصرهای میانه روایت و نقل‌های گوناگون موجودند. این است که زنها نشسته در این بابت بین همدیگر گفتگوی می‌کردند. و بینندگان محترم، اکنون ما در همین دوره می‌خواهیم که با سوال‌های گوناگون به زن‌های فعال همین محله مراجعت کنیم تا چه اندازه آنها درباره رفت ترتیب مچل‌ها می‌دانند. می‌خوایم بپرسیم که ترتیب مچل‌ها چه خیلی است؟ اگر از موش سر شود بعد از آن چی می‌رود؟ مرحمت زن‌های عزیز کی جواب می‌دهد؟ ترتیب مچل‌ها: موش، پلنگ، خرگوش، مرغ، گوسفند، کوچک، مار، اسب، خوک،
اگر خطا نکنم موش، خرگوش، پلنگ، نهنگ، مور، میمون، اسب، گوسفند و مرغ، سگ، خوک. اکنون درباره نام ماه‌ها میپرسیم. مرحمت کنی نام‌هایشان؟ اگر خطا نکنم دوست محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعده، ذوالحجه. عموما مسلمان خلقش به ماه‌های عجایب و نام‌هاش خوشرو هست. ذوالقعده، ذوالحجه، رجب، شعبان، رمضان، سفر، ربیع الاول. ربیع الاول همین است که همین ماه ربیع الاول به محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم دنیا به آمدگی، برای همین هم ماه مولود گفته همون روز تولد هم کسه ان هم خیلی عید کرده پیشواز میگیرن. مردم همان روز نوروز دسترخوان پرناز و نعمت گسترده با آن 7 نمود خوراکی‌های تیار و دانه‌های زراعت را می‌گذاشتند. ریزه، پلو، هلیسه، سوملک، سمبوسه‌های گوناگون، شیر، گلاب و چهارمغز و مویز، سیب و انار، خربوزه و دیگر نقل و نوازی به دسترخوان بود که این چیزها را ما در این خانواده نیز دیدیم. همتون سال گردیتون سلامت باشیتون. ما هیچ کم سال گردن سری بچه‌هاشون و 100 سال عمر بینن، عمر دراز، خوشرو، بی کسل، بی درد، بی غم گردن. شما همتون سال سلامت باشیتون. رحمت شما هم. نوروز پیشتر هم خیلی نقص پیشواز میگفتن می نوروز دوره‌های پیش به حاضر همین چیز گشته اومده. حاضر میگفتن لیکن این درجه من نبود. حاضر جدا هم نقص شدگی نوروز به حد خوشرو. من شهر ما هم خیلی خوشرو شده. سنبا نیوکا نوروز هم خیلی خوشرو. جدا هم نقص. بله میگویند که نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد. بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. چه خوش ایام است فصل بهار. همه خرسندی میکنند. گویا که بعد از باریدن برف آخرین طبیعت زنده شده است. در لبان همه تبسم است. همه شادی و مسروری میکنند و گذرانده شدن یکی از مراسم های قدیمه این از همین چیز درک میدهد که مردم میخواهند که همه وقت دسترخوانشان پرفیض باشد و بگذار همین گونه ناز و نعمت ها همین عائله را ترک نسازد. ما با اهل خانواده موجود آیتی هم مینداری بیان میکنیم که برای تشکیل کردن همین گونه یک موضوع نقض ملی به ما یاری عملی رسانیدند. من در پهلوی من اسما و دلارام نشستند. حالا درباره سوملک و نوروز یک سرود میسراید. مرحمت. Navruz kileydi gende buğdayın dürüp koyduk. Navruz kileydi gende buğdayın dürüp koyduk. Mihman bulup geldingiz sümelek başlap koyduk. Mihman bulup geldingiz sümelek başlap koyduk. Sümelek can sümelek misinge canım helek. Sümelek can sümelek misinge canım helek. Baharning seni iltisi yaxshilikning belgisi. Baharning seni iltisi yaxshilikning belgisi. Navruzning sen singlisi. Sümelek can sümelek. Barcha xalqimizni men shu Navruz ayyomi bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Sog'lik, tinchlik, hammaning oilasiga tinchlik tilayman. باد بهاران آمده، نوروز سلطان آمده. مژده دهد ای دوستان این سال نو باز آمده. این نوبهار مبارک باد، این لاله‌زار مبارک باد.
شکر استقلالیت که نوروز عالم‌افروز از نو برقرار و شکوفان شد و ما هر سال آن را همچون عید سری سال با سرفرازی و خرسندی ها قید میکنیم. نوروز به همین درگاه فقط آباد شود، سنجان صحت سلامت سرک بچه کاشان بگردند، زمانه های تنش کند الهی کم، دور به بودگی ها ساق سلامت گردد. الهی آمین ساق سلامت که همین درگاه آباد شود، همینجا کی درات قدم نیک کتی درات دلی نیک کتی برادون ساق سلامت ارواح جمشید جان مدد کند الهی کم. چمن شد تازه رو تا فصل گل گشتی بهار آمدم ز هر شاخی گلی یک سرو قدی گلزار آمدم. نفس تازه بهار خرم به گذر دیوار کندرنگ شهر سمرقند رسیده مردم را به تجلیل تنتنه‌های بهاری هدایت نمود. از صبحی بر وقت اول جوانان، مردان دیهه، پیران نورانی بعد از تیار شدن طعام خاص نوروزی هلیسه مهمانان را پذیرایی نمودند. Umuman olib qaraganda har yili Navruzlarimiz yildan yilga chiroyli bo'lib kelyapti. Qaqirli qish, qor, qarang bir kun ikki kunda erib, xalqimiz, bola chaqalarimiz, butun xalqimiz mana ko'chaga chiqib katta sayl qildi. Bunda katta islat bor. Chunki O'zbekistonimizga, Samarqandimizga Allohning nuri nazar tushib turibdi. Shuning uchun bu yil mana ko'ryapsizki, hamma joyda xalisalar, sumalaklar qilinyapti, osh tortilyapti. Bu mahallada ko'p millat yashaydi. Bu yerda ziyolilar mahallasi. Chunki bu yerda ulug' allomalar, olimlar, bilimdon tadbirkorlar va ko'p millatli xalq yashaydi. Shuning uchun ham bu mahallada doim bir-biriga mehr oqibat, hurmat, masalan yetim yesirlar holidan xabar olishadi. Ular bu yil mustahkam oila yilida har bir insonga mustahkam oila bersin, mustahkam sog'lik bersin, mustahkam hayotimiz bo'lsin. Mana shu mahalla ahliga ham biz mana shunday xayr barokat tilaymiz. فصل بهار امسال بسیار بارش برف و باران که آمد، لیکن اهل عائله همشه با دل جا قبول گرفتن. من همه روزای ند رسید. من همینجا با 70 سال بود همین محله با این محله ما یکی از محله قدیم ترین هست که در یک سال با محله ما با عائله های بسیار تشکیل شد. بسیار خلق ما خلق اهل همیشه یک درامه خود فرزند یک پدر مادر برن نگاه کرده خدمت میکنیم. این گذر که قریب در مرکز شهر واقع است، محله پیشقدم به حساب رفته. تمام سال اینجا تنتنه‌های مختلف از جانب حاکمیت شهر و استقامت کنندگان محله در موضوعهای گوناگون عمده روز گذرانده می شود. گذری دیواری کندرنگ را در ولایت سمرقند همچون گذری زیاییان می دانند. من امروز از صبح صادق به پیشواز نوروز عجم مردم زیاد نه فقط از اهل همین گذر بلکه از گذرهای همسایه هم آمده به تجلیل عید نوروز همراه می شوند. کیفیت مردم اعلی است. همه شکرانه دور و زمانه را میگویند که ما به قدرت‌های پیشینه خود برگشتیم. آنها میگویند نوروز بگذار به همه فیض و برکات و خوشبختی ها آرد. معلم بسیار یک تشریح کلان کده من اینجا کروی آبادانی در آورده یک درخت و کوچه تازه کرده. من آب و هوایم نقش شدم نید آفتابی جو عالم برآمد. Mana bir yil orasida mahallamizda ancha ishlar bo'ldi. Masalan, yoshlarni ish bilan ta'minlash uchun 20 kishilik ish o'rni yaratdik. Hozirgi kunda 20 kishi ishlab turibdi, lekin 2 smenada ishlayapti. 3-smena tashkil qilsa ham bo'ladi. Yana bir 10 kishi bu yil ish bilan ta'minlanadi. Bundan tashqari mahallamizning o'zini chiqindini chiqarish uchun yana 5 kishi uchun ish o'rni yaratilgan. Ular chiqindini o'zimizning kuchimiz bilan chiqaryapmiz.
Bundan tashqari yana ayollar o'zlarining xonadonlariga yangi ish o'rinlari yaratib, ko'rpacha tikish, zargarlik ishlarini qilib, yosh qizlarni, yosh yigitlarni ishga jalb qilib, yana ularga o'rgatish ishlarini ustozlar olib borilyapti. Shahar miqyosida bizlarning mahallada kelib, mana bugun o'zlaring ko'rdilaring, markazdan, hokimiyatdan kelib, bugundagi Navruz bayrami bilan tabrikladilar. Mahallamiz fuqarolari ruhlarini ko'tarib, bu yildagi ishlarga, bu yildagi bo'layotgan obodonlashtirish ishlari, asfalt bo'lgan, daraxtlar ekilgan, gullar ekilib, mana bu Navruz bayramiga hamma sog' salomat katta ruh bilan kutib olyapti. Ruxsat bersalaringiz, men o'zim nomidan, oila a'zolari nomidan, mahallamiz fuqarolari, nuronlari nomidan Navruz bayrami bilan chin qalbdan tabriklayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, qanday niyat istaklaringiz bo'lsa, shu ro'yobga chiqsin. Yuzlaridan, mehru lablaringizdan hech vaqt xanda arimasin. پس از این تنتنه‌ها باشد زنهای فعال پیشقدم محله جمع آمده، نمایندگان، مهمانان دیگر گذرها و کمیته زن و دختران حاکمیت شهر سمرقند را پیشواز گرفتند. از بین من یک سال گذشت. ما بین یک سال با محله ما با جدون گل کارو اجرا شد. مثلا سیخ شدیم. این سیخ با 20 کس حاضر 20 یا شما کار کردین. سیخ ما با خندلوچیلی، کاندیترسکی و دیگر محصولاتای کار کردم و برایم. یا شویا کار کردی تامین کردیم. زنهای من گفته گذاشتنم در کار. کدام تدبیر ما شدگیش قطعی نظر جون و دلشون کتگ اومده خدمت میکنن. خلق ازبکستان نوروز bayramش کتی مبارک بود میکنم. شد زمین همچون گلیم سبز رنگ، زهره مطرب بزد ناخون به چنگ، باز کاری باغبان در تاب شد، شام نوروزی همه مهتاب شد، گرمی از سرما همه پیروز شد، عالم بشکفته ز نو نوروز شد، فصل نوروزی جهان آباد شد، زان دل غایب نظر هم شاد شد. هر یک تاتون به نوروزتان مبارک شود، نوروزتان سیر فیض بیاد، نوروزتان فیروز شود. الله تعالی همین خیل روز خوشرویه. من امروز دیواری کندلنگ با بودگی محله بیرمش به همین خیل آفتاب خوشرویه داده است که ماهان از این خرسند، ماهان هم من حاضر ضعیف ها میبیان خدا خواهد نصیب باشد. چقدر دوره اصول نغمه خرسندی میشد، این خرسندی حال دوام میتید، سالش کتی دوام میتید. بیا که زلفی کجویه چشمی سور اصا اینجاست، نگاهی گرم و ادا ای دل ربا اینجاست. ای یارم من ای جانم.